من حیثیتم، آبروم، شرفم رفت. میدونی چرا؟ من فکر نمی‌کردم ممکنه مملکت فرمان بدن بتمرگی تو خونه هاتون، خاک بر اون سرتون. کسی که از اسرائیل و آمریکا در این جنگ 12 روزه حمایت نکرد آدم عوضی احمق و کودن و نردیه. از فامیل گرفته تا دوست و آشنا و غریبه این دایرکت رو من میدن که چرا این مردم گاف کاری نمی‌کنن، چرا این مردم احمق حرفی نمیزنن. هر موقع پیج اینستاگرام شاهزاده رضا پهلوی شد 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون، شما بیا بگو که ما چرا آزاد نشدیم. وقتی همچین مردم جهان چهارمی ما داریم 100% عادیه که کشور آزاد نمیشه. در این جنگ 12 روزه همه آحاد ایران باید دستان اسرائیل و آمریکا رو میبوسیدن. نبوسیدید، این سری که مملکت باید ببوسید. تنها راه کامیابی کشور ایران در کوتاه مدت حمله نیروهای قدرتمند خارجی به ایران و آوردن یک رژیم دست نشانده است. تنها راه کامیابی مردم ایرانی. خودتون رو نزنید به خریت، بذار ویران شه. کشوری که هیچ خیر و خوشی ازش ندیدیم بذار ویران شه. طرف حسابم با این کسایی که الان هی میگن جنگ حمله دشمنه، خفشید، زر نزنید بی‌ناموسا. ما دوچار زیست هستیم، مثل باکتری باید بریم یه گوشه سر بذاریم بمیریم. ما داریم برای کسانی می‌جنگیم که لیاقت ندارن، لیاقت و آزادی ندارن. طرف حسابم امروز با اون قشریه که تا چند وقت پیش بهشون میگفتیم قشر خاکستری. لعنت به شما جرعه‌ای از انسانیت در وجودتون نیست. هر شب پادشاه ما فریاد میزنه، اصلا انگار نه انگار اصلا این مردم در خوابن. مردم ایران اینجوری هم منگه پادشاهتون داره دستور میده، میفهمید؟ بعد خبر مردتون داره میدین شما قبل ننه تو شماله خونش برای سرتون کنید، مثل گوساله برید، مثل گوساله برگردید. میگه یکی بشینه جلوی دور ببینه، یکی مثلا تو سرت بگه مختون یه تکون بخوره. آقا این فضای کثیف و لجن اپوزیسیون رو شما دارید میبینید. خجالت آور اصلا خجالت آور این وضعیت. تنها راه کامیابی کشور ایران در کوتاه مدت حمله نیروهای قدرتمند خارجی به ایران و آوردن یک رژیم دست نشانده. تنها راه کامیابی مردم ایران.